تصور کن وارد یک نبرد هوایی بشی، اما قبل از اینکه حتی دشمن رو ببینی موشک به سمتت شلیک بشه. این دقیقا همون چیزی بود که طراحان F-22 رپتور میخواستن. جنگنده‌ای که بسیاری اون رو برتری هوایی تاریخ میدونن. هواپیمایی که اونقدر پیشرفته بود که آمریکا حتی اجازه نداد نزدیکترین متحدانشون رو بخرن. اما چه چیزی F-22 رپتور رو به چنین افسانه‌ای تبدیل کرد؟ در دهه 1980 جنگ سرد هنوز ادامه داشت. آمریکا و شوروی در رقابت شدید قرار داشتند. شوروی جنگنده‌های جدیدی مانند میگ 29 و سوخو 27 رو معرفی کرد. این هواپیماها بسیار مانورپذیر بودند و میتونستند تهدید جدی برای جنگنده‌های آمریکایی باشند. نیروی هوایی آمریکا تصمیم گرفت جنگنده‌ای بسازه که نه فقط بهتر، بلکه یک نسل جلوتر از همه باشه. به این پروژه نام Advanced Technical Fighter رو دادن. دو شرکت بزرگ وارد رقابت شدند: لاکهید مارتین و نورسوپ. در نهایت نمونه YF-22 برنده شد و وارد خط تولید شد. F-22 فقط یک هواپیما نیست، یک معمای بزرگ برای رادارهاست. بدنه اون طوری طراحی شده که امواج رو منحرف میکنه. سلاح‌ها داخل بدنه قرار میگیرن تا سطح مقطع رادار رو کمتر نشون بدن. در نتیجه پیدا کردن اون بسیار دشوارتر از جنگنده‌های معمولیه. اکثر جنگنده‌ها برای رسیدن به سرعت بالا باید از پسسوز استفاده کنن، اما F-22 میتونه مدت طولانی بدون پسسوز با سرعت مافوق صوت پرواز کنه. به این قابلیت سوپر کروز گفته میشه. این قابلیت سوخت کمتری مصرف میکنه، گرمای کمتری تولید میکنه و برد عملیاتی رو افزایش میده. F-22 دارای دو موتور بسیار قدرتمنده. این موتورها قابلیت تغییر جهت خروجی گاز رو دارن. به همین دلیل F-22 میتونه مانورهایی انجام بده که بسیاری از جنگنده ها قادر به انجام اون نیستن. رادار F-22 میتونه اهداف رو از فاصله بسیار دور شناسایی کنه. خلبان اطلاعات رو از ده‌ها حسگر مختلف دریافت کنه. کامپیوتر هواپیما این اطلاعات رو ترکیب کنه و تصویری کامل از میدان نبرد ارائه بده. ژاپن علاقه زیادی به خرید F-22 داشت. برخی کشورهای دیگه نیز درخواست مشابهی داشتند، اما آمریکا پاسخ منفی داد. دلیل اصلی ترس از فشارهای فناوری فوق محرمانه بود. اگه فناوری‌های مخفیکارانه و سیستم‌های الکترونیکی این هواپیما دست رقبا می‌افتاد، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری آمریکا به خطر می‌افتاد. به همین دلیل صادرات اون ممنوع شد. برخلاف F-25 لایتنینگ 2 که به کشورهای مختلف فروخته شد، F-22 فقط در اختیار آمریکا باقی موند. اینجا بخش عجیب ماجراست. همه F-22 رو دوست داشتن، اما قیمت‌های ساختش سرسام‌آور بود. هزینه برنامه به ده‌ها میلیارد دلار رسید. پس از پایان جنگ سرد و درگیری‌های عراق و افغانستان، آمریکا احساس کرد به تعداد زیادی F-22 نیازی نداره. در نهایت به جای صدها فروند F-22 که برنامه ریزی شده بود، فقط حدود 187 فروند عملیاتی ساخته شد. سال 2011 خط تولیدش متوقف شد. هیچ جنگنده‌ای کامل نیست. نقاط ضعف F-22 اینا بودن: هزینه نگهداری بالا، تعداد کم، قدیمی تر شدن برخی سامانه‌ها نسبت به نسل جدید، عدم تولید نمونه‌های جدید. همین دلایل باعث شد آمریکا روی پروژه‌های جدیدتر تمرکز کنه. امروزه رقبای جدید حاضر شدن: F-35 لایتنینگ 2، سوخو 57 و G-20. اما بسیاری از کارشناسا هنوز معتقدند در نبردهای هوایی خاص F-22 یکی از خطرناکترین جنگنده‌های جهانه. ترکیب مخفیکاری، سرعت، قدرت موتور، حسگرهای پیشرفته باعث شده این هواپیما حتی پس از سالها همچنان ترسناک باقی بمونه. F-22 فقط یک جنگنده نیست، نمادی از اوج فناوری هوانوردی نظامی آمریکاست. هواپیمایی که میلیون‌ها نفر آرزوی دیدنش رو دارن. کشورهای زیادی خواهان خریدش بودن، اما آمریکا تصمیم گرفت F-22 رو فقط برای خودش نگه داره و شاید همین موضوع F-22 رپتور رو به یک افسانه جنگی، یعنی یک جنگنده قرن 21 تبدیل کرد. خب اینم از جنگنده F-22، یه شاهکار مهندسی هوانوردی آمریکا. و مرسی که تا اینجا ویدیو با همون بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.